بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، چون در پایان ماه رمضان هستیم و الکی فردا انشاءالله آخران از شبهای توقع ماه رمضان، شب 29 ماه رمضان است که انشاءالله شاید یکی از شبهای قدر باشد که پروردگار دریافتش را به ما نصیب گرداند. امروز خواستم درباره خطاگی های مردم در دادن زکات فطر همراهتان صحبت داشته باشم. اگرچه پیشتر هم در کانال راه نور ما در یوتیوب درباره چقدر دادن زکات فطر، بکی دادن زکات فطر، کی دادن زکات فطر صحبت ها بود، ولی باز هم انشاءالله ضرر ندارد، بلکه خیلی مفید است، علل خصوص برای مهاجران یک تذکر داده باشیم درباره اشتباه هایی که در وقت دادن زکات فطر زیادی ها به آن دست میزنند. پیش از همه چی خیلی میدونیم زکات فطر یک چیز عادی نیست. عیناً مثل اینکه روزه فرض هست، زکات فطر هم فرض می باشد. دادنش فرض است و ندهید گناهگار می شوید. چون حدیث در صحیح بخاری هست، حدیث ابن عمر که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض کردن دادن زکات فطر را صاعا من التمر او صاعا من الشعیر آمدگی هست. یک صاع که تقریبا برابر 3 کیلوگرم است از خرما و یا اینکه از جو را برای تمام مسلمان ها، چه آزاد باشد، چه برده باشد، چه خرد باشد، چه کلان باشد و این چونین چه مرد باشد چه زن باشد، برای همه مسلمان ها پیامبر به خرد و کلان زکات فطر را فرض کردند. برای همین دانستن احکام زکات فطر و راه ندادن به اشتباه ها در دادن زکات فطر از امرهای مهم بلکه فریضه می باشد. و مشکلی ها یا خطاگی هایی که در بین ما مردم است، اولینش شاید همین باشد که من خودم شخصا در خاطرم هست تا 18 سالگی تقریبا نه من و نه اطرافیان نمیدونستیم که زکات فطر فرض است. همگی گمان میکردن این یک سنت است و عجیبش این بود که امام ها بعد از خوانده شدن نماز عید و مردم وقتی یادآوری میکردن که زکات فطر را بدهید، بعد از نماز عید زکات فطر را در بسیاری مسجدها در دهات یا جایهای ما جمع میکردن که البته این کلا خلاف شریعت است و تا به این خطاگی ها باز هم دیگر هموطنان دست نزنند. این صحبت من درباره همین خطاگی ها است. پیش از همه خطاگی اول عزیزان باید بدانیم که زکات فطر فقط برای انسان های بای ثروتمند نیست. اوره قول در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هست که ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن آنهایی که پولشون به زکات کلان به 85 گرم طلا میرسد آنها باید زکات بدهند. اما وقتی که قول یک صاحب مذهب و یا امام خلاف حدیث می آید، خیلی خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح آمد، حدیث آمد، شما قول مرا یک طرف مونید که مذهب را از حدیث بالا دانستن این دیگر نعوذ بالله یک انسان عادی را از پیامبر بالا دانستن است. و اینجا حدیث در مسند امام احمد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میگویند از زکات فطر برای همه مسلمان ها فرض است، در دوامش میگویند اما غنیکم فیزکی به الله و اما فقیرکم فیرد الله اکثر مما اعطی. وقتی انسان های ثروتمند شما زکات فطر میدهد، پروردگار با دادن آن زکاتش گناه های او را پاک میکند، علل خصوص خطاگی هایی که در ماه رمضان به آن دست زد. اما وقتی آدم غم بغل شما زکات فطر میدهد، بداند که پروردگار از آن چیزی که او داد باز زیادتر به او برمیگرداند. این قانون نفقه کردن و صدقه کردن است، هرچی تو دادی از آن زیادتر میگیری. و در همین حدیث مسند امام احمد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای غم بغل و برای بای گفتگی هستند، یعنی زکات فطر فرض است برای تمام مسلمان ها، حتی غم بغل و بایش یگانه در نزد جمهور علما. چون زکات فطر از یک نفر 3 کیلوگرم آرد و یا برنج است، همین روزه خوردنی نداشته باشه که دیگر هیچی نداری، دیگر به تو فرض نمی شود. اما از یک شبانه روز زیادی آذوقه تو خوراکواری تو در خانه ات باشد، مثلا تو
هم 3 کیلوگرم برای دادن داری، هم باز کمی دیگر داری که یک شبانه روز به میرسد باید از آن زکات بدهی. و سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما بدهید کم بغل باشید هم و پروردگار به شما زیاد برمیگرداند، از دادتون زیاد برمیگرداند، خواهی نخواه کسی دیگری به شما میدهد. برای همین عزیزان این فکری کلا اشتباه است که نه من خود فرزند یتیم دارم، نه من خودم جای کار ندارم، نه من خود کم بغل هستم، زکات به من فرض نیست. زکات فطر یعنی صدقه فطر هم میگویم به من فرض نیست. همین گونه خطا که همیشه در اکثریت نفرها شنیده می شود، در حالی که این وعده پیامبر است که شما میدهید و بر شما زیادی برمیگردد. و زکات فطر فقط صاع است، یعنی مدتی 3 کیلوگرم است. 3 کیلوگرم آرده که از نام یک نفر داده می شود، نفر دهنده اگرچه کم بزاعت باشد یقین داشته باشد که از آن بر زیادی به او برمیگردد. چیزی دیگر عزیزان، چیزی برآوردن زکات فطر است. یعنی چه خیلی گفتم در بعضی جایها بعد از نماز عید را خواندن بعدن زکات فطر میبرارن، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در سنن ابو داود است میگویند کسی که زکات فطر را پیش از عید داد و زکات فطرش را داد و انشاءالله قبول است و فرضش را انجام داد. اما کسی که بعد از خوانده شدن نماز عید داد و یک صدقه را داد، و تمام علما اتفاق هستند که زکات فطر را اگر تو ندادی و نماز خوانده شد، تو قضا کردی، از وقتش دیر کردی، خطا کردی، اما به گردنت فرض است، یعنی حتما باید بدی. من دیر کردم نمیدهم نمیشود، تو دیر کردی قرض گردنت رو انجام میدی، اما در یک فرض الله دیر کردی. برای همین اینجا هم حدیث عبدالله ابن عمر بود در بخاری که بعضی صحابه ها یک روز دو روز پیش از عید دادن رو شروع میکردن. یک روز دو روز پیش از عید دادن رو شروع میکردن. مثلا اگر گفتیم روز چهارشنبه روز عید است، الکی از روز دوشنبه میتوانیم زکات فطرمون رو بدهیم، روز دوشنبه، روز سه شنبه و تا سحری، یعنی وقت نماز عید. همین که نماز عید خوانده شد شما دیر میکنید و گناهکار میشوید. برای همین در دادن زکات فطر نباید دیر کرد، نباید بی‌پرواگی کرد که امام نماز را میخواند بعد از امام ما زکات فطرمون را میدهیم. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن شما پیش از امام به منبر برآمدن باید بدید. و خودشان هم سحری عید میدادن. سحری عید دادید خیلی بهتر و بهتر است، اما یک دادن نتوانستید، یک روز، یعنی گفتید شاید من نتوانم، رسیدگی کرده نتوانم، یک روز دو روز پیش از عید الکی دادن شروع می شود. چیزی دیگر، پیامبر صلی الله علیه و سلم اگرچه زکات فطر را میگویند طهرة للصائم، طهرة للصائم من الرفث من اللغو و الرفث، یعنی زکات فطر پاکیزه کننده گناه های شخص روزه دار کرده است. یعنی آنهایی که خواه و ناخواه در روزه دیگر به گناه دست زدید، با دادن زکات فطر روزه شما تازه می شود. و در دوامش میگن طعمة للمساکین، و خوراک است برای بیچاره ها. بعضی ها میگویند کسی که روزه نمی دارد او نباید زکات دهد. مثلا کودک اصلا روزه نمی دارد، یا آنهایی که بیمار هستند و عذر داشتند نباید زکات فطر دهند. در حالی که پیامبر حدیث خیلی که در اول گفتیم برای تمام مسلمان ها فرض کردند. البته برای تمام مسلمان ها فرض است، اما آنهایی که روزه داشتند روزهشان با این پاکیزه می شود، آلودگی های روزه رو میشوید. اما این معنیش این نیست که تو روزه دار نیستی باید زکات ندی، برای اون که زکات برای خرد و کلان فرض است. در خانه چند تا کودک داشته باشید، حتی در مذهب امام احمد حنبل رحمت الله علیه قولی هست که زن حامله هم، یعنی پدر از کودکی که هنوز در بطن مادر است باید زکات بدهد. یعنی پدر باید کودک هنوز به دنیا نآمدهش هم اگر زنش حامله باشد زکات بدهد. ولی این فقط در همین مذهب امام احمد است که مستحب، در بعضی قولشان حتی واجب است. لیکن در نزد جمهور علما کودک یک روزه هم حتی باید از او زکات فطر بدهد. یعنی در این خانه فقط دو کس روزه دار است، دو کس فقط زکات فطر میدهند. همین گونه یک فکری غلط است که چه خیلی گفتم پیامبر برای خرد و کلان زن و مرد همه فرض کردند. چیزی دیگر درباره اینکه سوال زیاد درباره دادن زکات به خواهر و برادر می آید که به خواهرم بدهم، به برادرم بدهم. بعضیا میگن به فرزندم که در زندان است بدهم، به نبیرم که دانشجو است بدهم. عزیزان، اون کسی که به او کمک کردن به تو فرض است، خیلی که در زکات فرض آمده هست،
در زکات فطر هم همین گونه به او زکات داده نمی شود. به پدر و مادرت زکات فطرت را نمی دهی، به فرزندت، به نبیره‌ات، به زن و شوهر داده نمی شود. زکات فطر اما به خواهر و برادری که با تو زندگی نمی کند، با پدر و مادرت زندگی نمی کند، زندگیش کاملا جدا است، اگر کم بضاعت باشد، محتاج باشد، داده می شود که طعمة للمساکین میگویند پیامبر. این خوراک محتاجان است، برای محتاج ها باید داده شود. و آنهایی که به پدر و مادر خود میدیم، به فرزندم میدیم، خودش فرزندم کم بغل است میگویند، کلا خلاف شریعت است. آن زکاتتان زکات فطر نیست. شما یک کمک به فرزند خودتان کردید اما زکات فطر ندادید. چیزی دیگر، خواهر و برادرانی که در مهاجرت هستند، بعضی ها میگویند آخر همسایه هم کافر باشد هم محتاج است، لیکن زکات مثل صدقه عادی نیست. زکات فطر و زکات مالی که آنهایی که پولشان به 85 گرم طلا برابر است میدهند، این حق مسلمان است، به کافر داده نمی شود. زکات فطر رو به کافر دادید، شما خطا کردید، غلط کردید و از نو باید بدهید. برای همین زکات فطر اگر در جای زندگی میکنید که یگان مسلمان نیست، توکیل کنید، یعنی یک نفر رو وکیل بگیرید که من به تو پول میفرستم، تو میبری به فلان قنبغل یا ارد خریده میدی یا برنج یا نقدش رو میدی، که کمی بعد در اون باره هم صحبت میکنیم. چیز دیگر عزیزان، با پیدا شدن گوگل و دیگر دسترسی کردن به فتواها، امروز بعضی قول ها هم هست که عموما پولی زکات فطر را نقد دادن، یعنی پولی 3 کیلوگرم برنج و یا ارد رو از نام یک کس دادن، گویا که کلا بدعت باشد، کلا دادنش جایز نباشد. همین گونه قول هم هست. در حالی که مسئله آیا ما می توانیم به جای 3 کیلو خرما مثلا، یا در جای ما که اساسا چیزی مردم میخورده، خوراکی مردم میخورده ارد و برنج است، پول 3 کیلوگرم برنج رو بدهیم به یگان قنبغل یا حتما برنج خریده بدهیم؟ مسئله اختلافی است. پیشتر هم گفته بودیم مثلا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه که به این قول بعضی از تابعین هم هستند، مانند مثلا عمر ابن عبدالعزیز. اینها میگویند مقصد از زکات فطر کمک کردن به قنبغل است، کمک کردن به قنبغل است و تو حالت قنبغل را ببین. اگر به او برنج ارد دادی به او فایده آورتر است، به او برنج ارد بده. اما گفتی نه پول بده هم بهتر است، به او پول بده. مقصد که کمک کردن به قنبغل است، بو که ندارد. علل خصوص معاذ ابن جبل باری وقت برای جمع کردن زکات می روند، میگویند شمایان، یعنی به زکات دهنده ها، به جای دانه لباس بدید که اهل مدینه یا قنبغلان مدینه به لباس نیازمندترند، که در بخاری آمدگی است همین قول. از همین هم دلیل میگیرند که بعضا به احتیاجات قنبغل نگاه کرده شما نوع زکات را تغییر داده میتوانید. پس وقتی میبینید محتاج به پول زیادتر نیاز دارد، علل خصوص در زمان حاضره مهاجرانی که ارد و برنج را چکار کرده نمیتوانند، پول دادید خوراک خرید خورده میتوانند، بعضی علمای معاصر هم این را اولاتر میدانند که پولش را دهیم باکی نیست. اما در دیگر مذهب ها مثلا میگن نه، پیامبر مخصوصا طعام گفتند، یعنی خوراک گفتند، گندم و جو و خرما و مویز خشک، یعنی خوراکه های همان زمانی که آنها میخوردن. برای همین هر چیزی که در کشورتان زیاد از آن استعمال می شود، در جای ما ارد و برنج است، از آن بدهید. این قول جمهور علما است. اما قول ابو حنیفه رحمت الله علیه هم به مرور زمان خیلی به حالت قنبغل نگاه کرده. اگر نگاه کنیم خیلی راجحتر هم هست که مثلا در مسافرت به بعضی قنبغل ها مثلا ارد و برنج داده، حتی شرایطی برای پختن ندارند و یا برده میفروشند یا چیزی دیگر، اما پول دادی به خیلی گفتم خوراک خریده همون روز میخورن یا نیاز دیگرش رو برداشته میکنن. اما علمایی هم هستن که میگن نه، حدیث که فقط خوراک آمد از خوراک نگذرید. برای همین بعضی عزیزانی که خیلی در اینجا جدی میگیرن، یعنی بعضی طالب علم که نه عموما ممکن نیست پول دادن، بدونید که برای پول دادن یک ابو حنیفه رحمت الله علیه نه، بعضی از تابعین هم حتی در این مسئله اتفاق کرده هستند. و چیزی دیگر عزیزان در مسئله زکات فطر این است که شما وقتی زکات فطر میدهید، خیلی گفتم گمان نکنید که یک صدقه عادی هست، یعنی صدقه هست داده. شما قرض گردن رو میدهید، من و شما فرض الهی رو میدهیم. چگونه که روزه همان فرض بود، نماز همان فرض است، زکات فطر هم در نزد جمهور علما با نص حدیث فرض است. اگرچه در مذهب ابو حنیفه کمی پایانتر از فرض واجب میستد، اما در نزد جمهور علما فرض است و نباید به این یعنی به اهمیتی کنیم و یک وقتش گذرد، یا اینکه
به یک خیش خودم کمی پول میفرستم تمام میشود، یک لباسک به مادرم میخرم، همین هم زکات فطر است. نباید بگویم نه، این حق غم بغل است، این حق محتاج است، باید به صاحبش برسانید و یقین دارید این وعده پیامبر است، این وعده الله است که زکات فطر که میدهید برکت زندگیتان هست. با 3 کیلوگرم 3 کیلوگرم پول ارد یا خود ارد که به محتاجان میدهیم، الله تا 700 و از آن زیادتر به ما برکت میدهد. این بود صحبت من درباره بعضی اشتباهات در باره زکات فطر. اما چیز دیگری هم که حتما باید بگویم دیگر عزیزان، زکات فطر خیلی گفتم حق قمبغلان است و آن را به ساختن مسجد و به ساختن راه و به نفرانی که باور ندارد که بکی میدهند نباید بدهید، نه به خیر جمع کننده های بلاگر که میدونید دیروز همه خیر جمع میکردن، امروز بعضیشان رو دیدیم که کلا خلاف خیر و خلاف شرع و حتی بر ضد الله پیامبر برآمده ایستادن. نه به امامان مسجد که 100% نمیدونیم که آیا به دست قمبغل برده میدهند یا به بالا میدهند. از این که زکات فطر حق قمبغل است، در اطراف هممون قمبغل وجود دارد، یا البته از خویش و تبار از نزدیکان یک نفری باوریناک رو داریم که اون میتواند همچون امانتدار زکات فطر ما رو دهد. یعنی نگذارید زکات فطر شما که به فرض گردنتان هست به دست یک نفری رود که شما نمیدونید آیا به صاحبش میرسد یا نه. علل خصوص نفرانی که میگن امام های مسجد از ما جمع کرده ایستاده است، به کدام بلاگر دادیم، به کدام نفر دادیم، به کدام شات بانکی یا رقم حساب بانکی یک نفر پرتافتیم، نمیشناسیم که هست. نه، زکات فطر فرض است، به صاحبش دادن هم فرض است. به جایی که شما باور ندارید نباید بدهید، حتما به جایی که میشناسید، چون برای ساختن مسجد از زکات فطر نیست، ساختن راه از زکات فطر نیست، ساختن مکتب از زکات فطر نیست، پول جمع میکنیم و یگان کار دیگری جماعت میکنیم. نه، این حق قمبغل است که باید به دستش برسد تا در روز عید. و این یعنی یکی از زیباترین خصلت‌های دینی ما هست که ما در هر یک عید قمبغلان را به یاد می آوریم و خانه قمبغلان را پر میکنیم. در عید قربان با گوشت باشد، در این عید با خوراکواری ها. یعنی در دادن زکات فطر خیلی باید احتیاط کنیم که به کی داده ایستاده ایم و چگونه داده ایستاده ایم و آیا به دست محتاج میرسد یا نمیرسد. این بود دیگر صحبت من. در پناه الله یگانه باشین. بگذار این عبادت هایی که در این ماه مبارک رمضان انجام دادیم الله قبول کند و تمام سال آینده هم با برکت این رمضان در عبادت الله یگانه باشیم. دادن زکات فطر، خواندن نماز عید و این یک چند روزی با شمار بقیه مانده را با عبادت گذرانیدن را پروردگار توفیقش را به من و شما بدهد. الها دعای یکایک شما هم اجابت باشد و دعای ما هم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.